به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام با هم آموزش دستبند خیلی ساده و شیک رو آموزش ببینیم که نیاز به قیچی، مهره به تعداد حالا بستگی به مچ دستتون داره که مال من 19 هست و کش نامرئی سایز 6. یه خطکشیم اگه زیر دستتون باشه به خاطر اندازه خیلی راحت میتونین انجام بدین کارتون. من به اندازه تقریبا 25 سانت از کش رو برش زدم، ولی شما میتونید که برش نزنید و همینجوری اینجا مهراتون رو بندازین تو کش، هرکی گره زدین برش بزنید که من تو هم تعداد مهره هم سرخابی کمبود و 3 سفید داشتم. حالا به ترکیب رنگی و با توجه به سلیقه خودم میخوام اینا رو تو کش بندازم. من یک قسمتش رو یک رنگی میندازم و اونجایی که کشم مهره ها کم اومد، حالا بستگی به تعداد مهره ها درست کنم. من معمولا قبل اینکه بخوام یه دستبند یا چیزی رو درست کنم، مثلا گردنبند یا عینک یا هر چیزی، مهره‌هامو میشمارم. اگه بخوام کارم تقارن داشته باشه نصف نصف میکنم. خوشحال میشم این سیم نظرتون رو برام بنویسید. چنل ما سابسکرایب کنید تا آموزش های دیگه. خداحافظ.